احتمالاً نمیدونستید که با ورود شما به دبی یه سیم کارت توریستی با بسته 1 گیگ اینترنت 24 ساعته به شما تعلق میگیره. داخل جعبه یه سوزن سیم کارت هم هست که به راحتی بتونید سیم کارت رو عوض کنید. ولی چجوری باید فعال بشه؟ فقط کافیه وقتی که سیم کارت رو قرار دادید ستاره 122 مربع رو شماره گیری بکنید. با انتخاب زبان انگلیسی به مرحله بعد میرید و فقط کافیه با وارد کردن عدد 1 اکتیو کردن سیم کارت رو انتخاب بکنید. حالا از شما شماره پاسپورتتون رو میخواد. با وارد کردن شماره پاسپورت و سپس عدد 1 به مرحله بعدی میرید که باید نام کشور خودتون رو وارد بکنید. سپس عدد 1 رو وارد میکنید تا نام کشور هم تایید بشه. در مرحله بعدی تاریخ ورودتون به فرودگاه دبی رو به فرمت روز، ماه و سال وارد میکنید. در مرحله بعدی از شما این مورد رو تایید میگیره. در نهایت با وارد کردن آدرس ایمیل مراحل ثبت نام شما به عنوان سیم کارت توریستی به پایان میرسه. حالا فقط کافیه چند دقیقه صبر کنید تا پیامک فعالسازی برای شما ارسال بشه.